راز پیوند ایران و کتاب مقدس که تاریخ را عوض کرد. عنوان: ایران در کتاب مقدس، امپراتوری‌ها تبعید و آن که خواهد آمد. من شما را در یک مسیر 3 دقیقه از میان امپراتوری‌ها، تبعید و یک وعده که هرگز از بین نمی‌رود همراهی می‌کنم. آماده باشید. اول، قبایل گم شده، قرن 8 پیش از میلاد. آشور پادشاهی شمالی اسرائیل را در هم می‌شکند. دوم، پادشاهان دسوشهس. در سال 9 هوشع پادشاه آشور سامره را گرفت و اسرائیلیان را تبعید کرد. آنها در شرق ناپدید می‌شوند، آشور آن سوی سوریه، در حالی که یهودا پادشاهی جنوبی برای مدتی دوام می‌آورد. ما حدود 100 سال به جلو می‌رویم. بابل در سال 1018 پیش از میلاد اورشلیم را به آتش می‌کشد. دوم پادشاهان ساوستش، او خانه خداوند، خانه پادشاه و تمام خانه‌های اورشلیم را به آتش کشید. یهودا نیز تبعید می‌شود. اما تبعید پایان کار نیست. در بابل حکمت یهودی آنقدر بالا می‌رود که حتی پادشاه نیز علناً به خدای اسرائیل احترام می‌گذارد. داستان در حال تغییر است. ایران وارد می‌شود. 1300 پیش از میلاد کوروش بزرگ بابل را می‌گیرد و کتاب مقدس تقریباً 1 قرن و نیم قبل از تولدش از او نام می‌برد. اشعیا 36 خداوند به مسیح خود به کوروش چنین می‌گوید: من پیشاپیش تو خواهم رفت. کوروش فرمانی صادر می‌کند: از رایت خداوند خدای آسمان تمام پادشاهی‌های زمین را به من داده است و به من فرمان داده است که خانه‌ای برای او در اورشلیم بسازم. برخلاف آشور یا بابل، ایران از اقلیت‌های مذهبی حمایت می‌کند. استوانه کوروش بازسازی، تحمل و ساخت و ساز را بازتاب می‌دهد. در زمان ایران تبعیدیان به قدرت می‌رسند. دانیال در اداره سلطنتی خدمت می‌کند. دانیال ساسه فرمانی را در سراسر پادشاهی ثبت می‌کند. از خدای دانیال بترسید. بعداً ملکه استر پادشاه را متقاعد می‌کند تا مردمش را نجات دهد. سپس به رهبران یهودی قدرت می‌دهد تا قانون حمایتی بنویسند. استر شاش به نام پادشاه هرچه به نظر شما خوب می‌آید بنویسید. برای یک دوره حساس، سیاست ایران با ایمان یهودی و قطعیت نبوی برخورد می‌کند. همین دوره است که بسیاری به زرتشت ربط می‌دهند. آیا الهیات ایرانی توحید کتاب مقدس را جذب کرده است؟ شباهت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. به شباهت‌ها توجه کنید، از خلقت تا داوری. دوگانگی اخلاقی یک حسابرسی نهایی، آتش تطهیر کننده مضامین رستاخیز، یک نجات دهنده آینده در اندیشه زرتشتی سوشیانت. در کتاب مقدس مسیح، دانیال، یکی مانند پسر انسان، با او سلطنت و جلال و پادشاهی داده شد. اشعیا یسس، زیرا فرزندی برای ما متولد شد و حکومت بر دوش او خواهد بود. تاریخ به سوی نجات از طریق یک شخص پیش می‌رود. وعده ها مقایسه می شوند. سوشیانت از باکره متولد می شود، شر را شکست می دهد، مردگان را زنده می کند، داوری نهایی را می آورد، جهان را با آتش تطهیر می کند، عدالت را برقرار می کند. مسیح از باکره متولد می شود، گناه را تحمل می کند، مردگان را زنده می کند، ملت ها را داوری می کند، تا ابد سلطنت می کند. این امیدها در عیسی مسیح همگرا می شوند. یوحنا، همه کسانی که در قبرها هستند صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. ملاکی، خورشید عدالت با شفا در بالهایش طلوع خواهد کرد. 500 سال پس از کوروش، مغان ایرانی به یهودیه میرسند. متی مردان دانا از شرق آمدند. او که پادشاه یهودیان متولد شده از کجاست؟ ما ستاره او را دیدیم و برای پرستش او آمده ایم. وارثان سنت روحانی ایران و جدول زمانی دانیال نه تنها مسیح اسرائیل بلکه سوشیانت دیرین خود را میشناسند. امپراتوری که زمانی اسرائیل را آزاد کرد اکنون شاهدانی را برای پادشاه اسرائیل میفرستد. خط آخر در کتاب مقدس ایران دشمن نیست بلکه پلی است از تبعید به بازسازی تا آمدن نجات دهنده جهان.